دمیربگ علیموف، آوازخوان سرشناسی تاجیک، در پی یک صدمه ناخوش از عالم درگذشت. ما از مراسم جنازه و خاطرات از همکسبان و دوستان و پیوندان لوحه پیشکش میکنیم. یاران می روند در شماری به شماران می روند. زندگی باقیست یاران می روند در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نام داران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نام داران می روند. روی عاشق زین گلستان گل عذاران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. قطره از کناری چشم ساران می روند. عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی صد هزاران می روند. حافظان و شاعران مثل من در ردیفی صد هزاران می روند. عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی صد هزاران می روند. زندگی باقیست یاران می روند در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نام داران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نام داران می روند. از جهان بس نام داران می روند. ای که در روی زمینی همه وقت آنی تو نیست، دیگران در شکمی مادر و پشتی پدرم. سعدیا مردی نکو نام نمیرد هرگیز، مرده آن است که نامش و نکویی نبرم. هنیاران عزیز، این لحظه ها که لشکری غم و اندوه در جان و روح ما شباخون زده است، حالنامه فرد شخصیت را برای شما عرضه می کنیم که در دوام زندگی کوتاهش اما پر از فیض و برکتش از خود نام مقام چیز واقعی گذاشته است. دمیرجان علیموف سنه 20 مارس سال 1989
در ناحیه قانچی در عائله صنعتکار تولد شده است. ملیتش تاجیک، معلوماتش عالی. سال 1995 در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه قانچی و تحصیل شروع کرده. بعد ختم صنف نهم سال 2004 به آموزشگاه صنعتی به نام صادرخان حافظ داخل شده آن را با موفقیت ختم نموده است. بعد از ختم کالج صنعت و فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов سال 2013 داخل شده آن را سال 2017 اتمام نموده است. دمیرجان عالیموف قابلیت و مهارت بلند نوازندگی و سرایندگی داشت. این صفت‌های هنرمندی او را به نظر گرفته راهبریت انسامبل شش مقام خانان نوری خوجند او را به وظیفه نوازنده انسامبل به کار قبول نمود. و همچون جوانی ایجادکار و لیاقتمند در دوام چند سال آخر توانست نازکی‌های کسب نوازندگی و سرایندگی و خصوص سراییدن سرودهای کلاسیکی شش مقام را از استاد جوربیک مرادوف از خود نماید و در چاره‌بینی‌های گوناگون جمهوری شرکت نمود. در طول فعالیت خود دمیرجان عالیموف با همراهی هنرمندان انسامبل نوری خوجند در چاره‌بینی‌های سطح ولایتی و جمهوری و یک چند سفرهای هنری شرکت ورزیده بین همکاران و مخلصان سزاوار آبروی احترام گردیده است. دمیرجان عالیموف فعالیت هنری اش را سال 2008 در انسامبل نوری خوجند در وظیفه سراینده درجه عالی ادامه داده برای رونق صنعت شش مقام و تربیه نسل نورس خدمت‌های شایسته کرده است. سال 2009 اشتراکچی آزمون شرق ترانه‌لری در شهر سمرقند، سال 2011 در فستیوال چکامه گوسل در شهر دوشنبه در کاخ باربد اشتراک کرده است. سال 2013 در ولایت بهترین سراینده گردیده است. سالهای 2014 2016 اشتراکچی سرود سال جمهوری و بهترین سراینده یک صحنه در شهر دوشنبه گردیده است. سال 2015 به دهه او با حافظه نگینه امانقلوه با نام کبوتر در تاجیکستان بهترین خط اعلان گردیده است. یک چند مراتبه به فدراسیون روسیه، امارات متحده عرب و جمهوری ازبکستان سفری هنری انجام داده است. سال 2013 یکمین آلبوم خود را با نام مستی ترانه با کنسرتش برای مخلصان پیشکش نموده است. سال 2016 سزاوار جایزه بهترین آلبوم با نام دنیا و بهترین دوئت با همراهی نگینه امانقلوه با سرود رنجیده‌ای گردیده است. در شخصیت او همچون انسان خاکسار مهنت دوست بودنش در برابر این همچون سراینده در بین جامعه مهنتی انسامبل آبروی و نفوذ کلام پیدا کرده است. در همه چاره‌بینی‌های شهری و ولایتی و جمهوری فعالانه شرکت نموده است. یاد دارم که وقتی زادن تو همه شادان بودند تو گریان، آنچنان زی که بعد رفتن تو همه گریان شوند و تو شادان. عمر کوتاه اما باعث افتخار و عبرت. الوداع دادر عزیز، الوداع، الوداع. خانه آخرتت آباد، روحت شاد و همیشه فرزندان تو دوامی تو باشند. السلام علیکم همدیاران عزیز. من راستی گپ از شنیدن همین خبری شوم راستی گپ حالی هم به خود نامدم و همین چند روز پیش در خانه من قریب 5 ساعت نشستیم صحبت کردیم. من 2 روز بعدش خوجم میبیافتم آمدم من پیشواز گرفتم چقدر من این دادری عزیز ناز میدم. من خودی با تربیتش کنم شاگردی من دادره که من و
وقتی که ما با کرامت الله قربانوف هم درس بودیم با توربیک هم وقتا خدمت میکردن. ما با اکا گفته همراه ما میگشتن به سرودای میخوندن و یه روز من گفتم با توربیک جان همین دعایی که منو کرامت الله به خدمت کردید من همین دمیربیک خدا شما بداد، این خیلی هنری زوره و این صنعتکاری ناتکرار در جوانی الکای تمام جهان قریب دمیربیک میشناخت. همه هنرمندای دنیا میشناختن دمیربیک. دمیربیک در حقیقت شخصی خاکسار، جوانمرد عزیز، اصیل، با آداب، با فراست، با مدنیت. من وقتی که همون سرودی نیامدی بابای ایشانی تورال آهنگ بستم دعوت کردم، وقتی یک جای خواندیم همش خودشون تشکیل کرده سفتای ساز کرده اومده سیبانچه گرفتن که هم توش کارا شد و منم خیلی این مردم اینا قبول کردن و از نام وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان شخصا وزیر فرهنگ از نام هنرمندای بسیار مشهور دولت ما سرکرده از پیری کار استاد جوربک مرادوف که پیری همه ما هستن و پیری منو دمیربک و دیگر استادای صنعت همدردی اظهار کردن به اهل عائله فرزندای و پدر و مادرشون و رئیس ناحیه به همه مهمانای آمده از راه دور به خاطر فرزند ما، به خاطر دادرک من، به خاطر یک جان و جگری من همه کاتون خوش آمدید، قدماتون رو بخشیدتون. الوداع بچه کم جای کرد جنت شود، خدا رحمت کند. گفتی که میروم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نشکر آمد نیامدی دیگر نمی بیاد. افسوسی بچه جونی ما، 100 دقیقی فرزندی ما. الوداع الوداع الوداع. مهمانانی از دور و نزدیک آمده، من امروز بسیار منتدارم از شما که وقتی خودتان دریغ نداشته در روز جنازه فرزند من آمدید. 100 بار شکر. از ما نگردد از خدا گردد. یا امروز درگاه یگان تاتان نبیاد بچه کم من شرم نداشتم بگم که یگان سخنی بد گفته شده من که کار کرده از دهنش فقط شکر بود. همه خیل شد. چیکار کنید؟ هیچ علاج نیست. برای همتون رحمت یک من التماسم است که ممکن گفی من خطا باشد بچه که من باری اخیرم او کفکایی بگوشید رحمتی کلام همتون رحمتی کلام رحمتی کلام. الوداع 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 دمیر جانی عزیز. ای بار خدای عرش و کرسی 6 چیز به ما عطا فرستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فرادستی
ای بار خدای عرش و کرسی، شش چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فرادستی. یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله، یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم. البته دمیربек بسیار یک شخصی خاکسار بودن، شخصیتی با فرهنگ و با مدنیت بودن، شخصیتی بودن که بسیار یک درکی بلند داشتن. ما من همین دیروز یک در انسامبل با هم بودیم، تا مدتی چند سال است ما با هم کار میکنیم، لیکن آخرین صحبت ما این دیروز بود. هر روز ما همراهی قریب که ماشین با همین عبید با هم میریم و یا اول اون تو من گذاشته خانه به میموندم، بعد خودشان خانهشان میرفتن. بعضی اگر ما کمک اوی پیش برامدم اونو تلفن میکردم که استید ما با هم میریم. افسوس، یادشون بخیر. من راستی وقتی دین روز رفتم و یا از در ایستاده پیشواز گرفتن منم. وقتی آغوش کردم من نامشان گرفتم و یا خندیده گفتن که یک بار اقل آغوش کردم که نشناسید، یکی شما شناختید. بعد دستشون یک گیتار بود. بعد ما بسیار راستی گپ شوخی میکنیم. اصلا که بایو منو پاچو گفته از این بین انسان بسیار احترام میکنم. بعد ما شوخی سخت میکنیم. بعد گفتم که هم با امروز گیتار دارید، در شش مقام گیتار، گفتن که هم بیکاری کمتر مشق کنم، گیتار یاد گیرم. بعد درباره همین ایجاد یک دوسی غزلای در همین اینترنت چی خوندم، شعرهایم بلندم، پهلو با پهلو بودیم هر دو، همین چیزایی نقل کردم. خبری مرگ دمیربek برایم خیلی گران افتاد و باور نکردنی هم بود. برایم که خود دیشب ما صحبت داشتیم و در مورد ایجاد یک سرود نو، آخرین سروده که آن کس میخواستم سرایم در موضوع پدر بود. دیشب 4 فوریه بود، زنگ زده گفتند که میخواهم برایتان یک آهنگ میفرستم، میخوام درباره پدر، یک موضوع پدر سرود بخوانم و سرود هم آفتاب هستی برایم، من همین خیلی سر شود گفته خواستگدن و گفتم که من آنچه که میخواهم درباره پدران بگویم حرف دل من به واتساپتان نوشته. بعد گفتم خواهش میکنم که همان حرف ها به شعر وارد شود گفته به متن سرود. و در زمره بسیار حرف های دلی دمیربek در آنجا یک حرف بود که هنوزم در ذهن من چرخ میزند. در آنجا گفته بود که صحت سلامت باشی پدرم و همیشه همراز مادرم و همراه مادرم و در پهلوی مادرم باشی. گفته همین آرزوهای به شعر وارد کنید گفته بودم. واقعا ما دو با دمیربek همکاری آغاز کرده بودیم و یک سرود بسیار آماده ایجاب بود. متاسفانه اون هم منظور شنوندگان نشد، چون که آخرین لحظه های بندوبست همین سرود مانده بود. با خدا ناز چرا بمیرم ای بی شما، لا لا لای نای لا لای. با خدا نازی چرا، اون ناز به مثال یگان تا حرف خوش شدن با اون تو خوش‌تر میشه. من خودی بمیرم ای بی شما بینید دیگه خیلی نکی ناز آمدگی رفتن گریم چه میخه